بابی یه اوسمشی بابی میگن در همین جای بابیت بشینی اگه بابیت پیر میشی بداغت میشی میگن خب کن ایسو بگذار میشه ایسو نه بابی من همینجا بشینم میگم خیلی اوسمشی بابی اوسمشی عذاب آدمی خیره هستی دا و میگن بابی در جای بابیت بشینی رنگ بابیت بداغت میشی میگن تو جای گرمی کفتاسی دیگه نمیفهمم تا که زب آدم فریو کرده سی بابی بابی گوشت آوردی میگم یه قرش جدید کنیم بخریم خب که من چی رو گوش کنیم زب گپی گفته سی تا بابی آخه گشنیم یا 3-4 دوره برویده بگی جدید که بخریم آخه بابی وای گوش برای حالی نیست های او گوشت او گوشت برای روزی توی های برای روزی توی های خیلی شکلات و اقلا شکلات بتیم بابی جان بخورم شکلات پستر گب نمیزنی ما یه چی رو بفهمیم آخه چی رو پایی او بابی خیلی شکلات وارد شکلات بتیم بخریم آخه بابی جان آخه وای شکلات برای این روز نیست و شکلات هم برای توی های بچه برای توی های ای بابی او خیلی اقلا یک کاسه شوربه خام شوربه کنم بیارم بخریم آخه گشنیم بابی گشنه چون که دیتا آوای محصولات ها همش برای روزی توی های و سیوای نوکای انورای غولینگای انار تیمو نمیشه چو بابی آخه او همش برای روزی توی های او که حالی میخری بر روزی توی پیش مهمونا چی میراره بابی چی کلی آدمی برای روزی توی گفتاسم بسیار گرنگ نکن همسایه او همسایه سلام علیکم سلام علیکم نازی همسایه تینجی رحمت خوبی خودت سازی زفر خوبی تینجی میشه گالرجش بسازه تینجی میشه رحمت این تینجی بود میگم داری به وقتی که ای همسایه هایی که همین رفته هم میکنیم دادگیریش میکنیم شمویی گفت راستش نه میگن تا خونه خریدن همسایه بخواه همین شما بسیار همسایه خوبین نه برای همه گفتیم گاورجان یک کاسه آبخورد نمیتی بخریم بچه آخه همین روز بابیت پشت یک ماشین پر کرد لگرز کرد گرفت گاوردک نخود که همین تو گشنه باشی شما چی در خونه تا نگان چی ندارین کی؟ داریم در خونمون همه چی داریم باید بابیم یک کمک خرید کرده و داریم یکی ویا همش برای تویه زفر زفر و این طرفتر بیو این روز رفتارات کارات دیگه خیلی بچم این طرف میری او طرف میری همین قدر خیلی گرنگ توفتسی که میگفتی گر که می تاقی نمو یک کوه بار کردگی باشه چی گپ شده؟ گپ زن عرض دیل که ما برای چیم در اینجا بابی لبای همون دختری که مرا گفتی کو مرا باید بتیم ها من هوای نمیگیرم بچه تو این خیلی گپ نزن و عروض و ای اول خودت همه رو گفتی ما پدر و مادری وقتی الکن مصلحت ما کردم باید دروغگو نیست چه دروغگوه؟ به شوخی؟ باید دروغگوه گپ زن آسته گپ زن که چی خیلی دروغگوه وای دینم از زنگش زدم خد زنگ زدی به چی دروغ گفت تک دینم از زنگ زدم گفتم در کجایی گفت که در مغازه خطی دوگانمو و مرا دروغ گفت
حساب کردن تلخ کف کردی آخه در مگزین قدید دگو نام گفته بده هیچی گب نیست کو آخه دروغ گفت کمالا باید دروغ گفت بده تو اوور تو دیدازه بدیشا نه آخه بای کجا میفهمی که در روی مگزین بود قدید دگو نش در مگزین بده هیچی گب نداره باید دروغ گفت مرا کجا شد دروغ گفته ایتا باید مرا گفت در مگزین قطی دگانم دروغ نگفت چی دروغ گفته در مگزین قدید دگو نش بده دروغ گفت دگانش در پارک چی دگانش در پارک آخه چی دگانش در پارک قطعی ما بود بابی جانی بابوش همین شما یا عمر در همین بانک کار کرده نه کار ناز میبینین بانک همین ریش مونده ناز میبینین یکی با حالم همین تو پنسی برامدار میگی کار کنم ها البته و بانک جوی هسته که کار نکنی کار کردن در کره بچه اینه وقت ده بابی لبای همین شما بانک کار میکنی نه این همین مردم دو پول میتیه نه وای مردمی محتاج وای ما البته ما پول میتیم با هم پول میگیریم ما پول میگیریم چی فایده بده با کمی هم پول میتیم با میگیریم بچه میره تر چه بفهمونم بفهمون این همین شما مردم دو پول میتین با پول میگیریم ما میگیریم الان ما دو چی فایده یا که مردم دو چی فایده خیلی شما دو چی فایده آخه اینه میخواید چی فایده آخه خیلی نه ما ده ها ما پول میتیم قرض میتیم ها با همون رو آست میگیریم ها این رو بچه متره میتین و اساسی میگیرین چی فایده بده ما این سوالی تو عملی جو میتونم عملی ها چه خیلی عملی تو این خیلی نمیفهمی را تیری خیلی نمیفهمی خیلی ایجی بریم ده کجا میره پیش یخدان پیش یخدان میریم پیش خلدانی ها حالا متر میفهمونم بچه بیا های نه ایجی بیست اینا نگاه کن این همین یخدانه یا خلدانی آخه ها فهمیدم خیلی اینه خوبی میکنی ها این همین بانک من درست گوشت نگاه کن ما اینا گوشت من گوشت گرفتم در دستم گرفتم این گشته در جوش میمونم تو یکون چیز فهمیدی یعنی چی نفهمیدم هیچی نفهمیدی نه آخه همه گوشت گرفتی و جاش موندی تمام موخی آخه بعد چی آخی و اینا دستم روغنی شید کن خیلی کرده که نمیدونم نه که میدونم